خب سلام، به پارت دوم و روز دوم کرمانشاه رسیدیم. ساعت 8 صبح رفتیم استخر خالی، خیلی چسبید و الان هم اومدیم هتل بوتیک آریو مهمانیم و صبحانه سرویس هم داره و این میصرفه، این دیگه واقعا میصرفه. پرتقال لاک چری بازی و البته آناناس هم میکس کردیم باهاش و قراره اصفهانی بازی ادامه بدیم در کرمانشاه و بریم بقیه چیزا هم یه دور تستش کنیم. با ما باشید با روز دوم. خوشحال نباشید. نان شکلات آوردن با ارده اینا فکر میکنم نوتلا باشه. چشمشو مریض کرده با پنیر. خب دیگه کامل دیگه عسل زیتون. باز کن اینا رو نشونه سابسکرایبرامون بدیم. وایسا ببند. هیچی توش سلام. اینا فاکتور ازش میگیم قبلا سوسیس اینا همه شما ورسشی فکر کنه. برو بعدی. خب این لوبیا و اینا تموم شد. املت. بله این قسمت دومه چیزایی که کشیدیم و فضا هم ببینین دوستان، خیلی جذابه. داخل اونجا میشه رفت اونجا هتل. داخل اونجا هتلش. بله. خوبه میگی. خیبا تلاش زیاد آقا سیروس بیدارش کردیم. پنج شب سختی داشت آقا سیروس. بچه‌ها امروز ما رفتیم سر پروژه فیلم برداری داشتیم. پروژه دندون پزشکی بود. علی آقا یه ذره دندونش درد میکرد. دکتر زحمت کشیدن براشون بی‌حسی زدن و من مسکن می‌خواست. علی چه حسی داری از اینکه یه مسکن فقط می‌خواستی ولی من نمیدونم چرا یه دقیقه صبر کن. من نمیدونم چرا بی‌حسم کرد. فکر کنم زیاد از من خوشش نیامده بود. بذار بی‌حسش کنم دیگه حرف نزنم. کلمه پشتشو گفتم بهش حال نداد، بی‌حسم شد. بله. امشب اومدیم الیپی و مهمون هستیم امشب. خب آره امشب هم مهمون هستیم و همه چی داره تا حالا همه چی صرفیده الا یه روی که دیشب خوردیم. از صبح تا سر کار بودیم و منم دندون پزشکی بود. بله. منم دندونم درد میکرد. جا مسکن به من بی‌حسی زد. بعد به اصطلاح دهنشو سرویس کردن. دهنشو سرویس کنن. دیگه جاتون خالی. اومدیم رستوران الیپی. بریم ببینیم نمی‌شد. قیمت پاستا از بوا کاپری و تمام اینا گرون تره. 450 چی میخوری حالا؟ نمیدونم. میخوندی؟ میخوندی؟ نه روی زمینی یه چیزی هست. یک پیاله آب طالب تازه این سایز متوسط. یک پیاله آب طالبی این سایز متوسطه. سایز بزرگش میشه سایز یه ماسه نیم کیلویی، شاید هم 1 کیلویی تو اصفهان و اونجا رو زدن. جنگ شروع شد. قیمتی این چقدر بود؟ 40,000 تومان. این واقعا میصرف. اصفهان چقدر خودم آب طالبی ها؟ آب طالبی کوچیک 80 تومان. 80 تومان. یه چهارم اینه. نه البته یه چهارم نه، یه دومیه. آره نصف اینه 80,000 میصرف. خوبه دیگه. همه دارن نگاهمون میکنن. پارت دو هم تموم شد.
انقدر آب طالبی خورد خمره کرد افتاد. ادامه روند سفر هم آپلود میشه. سابسکرایب و لایک هم فراموش نشه.